سلام بر تمام خواهران و برادران مسلمان. همگی شما چند پیش شاید یک معجزه در مدینه منوره بودید که یک زینه شیشه ای از آسمان به طرف پایین می آمد و از آن زینه شخص امام زمان به طرف پایین می آمد و اما خانواده آل سعود و مزران آن بالای آن شخص که از زینه پایین می آمد چلیک نموده، البته با صلای به صدا. و بعد از این معجزه به بلنگو به مردم گفتند کسانی که از این معجزه فیلم گرفته و در مراکز پلیس تحویل داده و جایزه دریافت نماید. و بعد از این که فیلم ها را مردم تحویل داده و خانواده آل سعود و تمام مدارک را نابود کرده و شاهدان را هم مسموم نمود. و بعد از آن واقعه حتی یک فیلم چند دقیقه هم نشر نشد به جز همان فیلم اول. خواهران و برادران مسلمان، نگاه کنین فیلم تا جایی که میتونین پخش کنین و در شبکه‌های اجتماعی بانین و دولت های مسلمان و شبکه های مسلمان ها بتونه کمک شن که فیلم به تمام گوش مردم های جهان و مسلمان برسانیم که روی سیاه دولت هایی که نقاب اسلامی زده برملا شه. الله نگهدارتان.